اسباب پیشگویی رشد اقتصاد جهان را برای سال 2024 بهتر ارزیابی می‌کند. طبق پیشگویی صندوق بین‌المللی اسعار، رشد اقتصاد جهان در سال 2024 تا 3.1% و در سال 2025 تا 3.2% خواهد بود. چنین تحلیل‌ها متکی به استواری اقتصادات بزرگ ارزیابی می‌شود، از جمله وضع در ایالات متحده آمریکا و اقتصادات با ترقی و دستگیری مولوی در چین است. انتظار می‌رود که تورم اصلی جهانی در سال 2024 تا 5.8% و در سال 2025 تا 4.4% کاهش شود. در محیط بهبودشوی و رشد استوار احتمالات فرود آمدن سقف از بین می‌رود. از طرف دیگر بهبودشوی بسرعت می‌تواند باعث باز هم سبکتر شدن وضع مولوی گردد. از طرف دیگر بالاروی تازه نرخ نوها که در نتیجه ناآرامی‌های گئوپلیتیکی به وجود آمدند، اینچنین خرابان شدن تأمینات یا تورم هستی پایدارتر می‌تواند شرایط سخت‌گیری را ادامه دهد. عمیق‌تر شدن مشکلات در بخش انبار غیرمنطقه در چین و دیگر جای‌ها با روش افغانستان و کاهش خرجات نیز می‌تواند باعث ناامیدی در رشد شود. بانک مردمی دولت افغانستان برای شهروندان فضای تورم و دسترس به شهادت فضای استعماری ترسان برای رشد سیاحتی و کارهای مردمی ترسان ممکن ترسان به ساحه تجارت و تفریح‌گذاری ترسان بدگی مقصود قرضی زنهای موفق افغان و کشاورز تمامی نمود خدمات رسانی‌ها در دولت‌ها متوازنات مرکز شهروندان مشاهده شدند. اکونومیکس در شرکت نموده و افغانان در حفظ کشور در مورد صنعت این یمان پیشنهاد طلبات را زیاد می‌گرداند. در موجب صدف چروکین با هم سابق از نفقیم با رادیوی این روز باشد. رویدادهای اخیر در نظام بانکی در تاجیکستان